سلام و درود به بینندگان عزیز. امروز می‌خواهیم به سرزمین گورکا مغولستان سفر کنیم. اما سفری متفاوت، سفری به اعماق تاریکی و رنج زنان مغولی. مغولستان کشوری پهناور با طبیعتی بکر و مردمی خونگرم در سالهای اخیر با معضلی به نام تنفروشی اجباری زنان روبرو شده است. مغولستان کشوری در شرق آسیا است که با حدود 3 میلیون نفر جمعیت کمترین تراکم جمعیت را در جهان دارد. این کشور پهناور با مساحتی حدود 1.5 میلیون کیلومتر مربع از دشت‌های وسیع و بیابانی تا کوه‌های مرتفع و یخچال‌های طبیعی را در خود جا داده است. مغولستان سابقه تاریخی غنی و پرفراز و نشیبی دارد. چنگیزخان مغول که در قرن 13 میلادی امپراتوری عظیمی را بنا نهاد، از همین سرزمین برخاست. فرهنگ مغولستان به شدت تحت تاثیر سنت‌های عشایری و کوچ‌نشینی است. مردم مغولستان به مهمان نوازی و خونگرمی شهرت دارند. برخلاف بسیاری از جوامع سنتی آن زمان، زنان در امپراتوری مغول از حقوق و آزادی قابل توجهی برخوردار بودند. آنها می توانستند در ارتش خدمت کنند، در امور سیاسی و اقتصادی مشارکت داشته باشند و صاحب اموال و دارایی باشند. زنان مغولی در اداره قلمرو پهناور امپراتوری نقش مهمی داشتند. در تاریخ مغولستان زنان فرماندهان شجاع و نامداری وجود داشتند که در جنگ‌ها نقش‌آفرینی کردند. از جمله این فرماندهان می‌توان به بورته خاتون همسر چنگیزخان و آلالت خان ملکه مغولستان اشاره کرد. بورته خاتون همسر چنگیزخان و مادر 4 پسر او از جمله اوکتای که جانشین چنگیزخان شد، زنی باهوش، شجاع و با تدبیر که نقش مهمی در اداره امپراتوری مغول داشت. در زمان اسارت توسط قوم تاتار شجاعت و صبر زیادی از خود نشان داد. پس از آزادی به چنگیزخان در متحد کردن قبایل مغول و تشکیل امپراتوری مغول کمک کرد. به عنوان یک مادر فرزندان خود را به رهبرانی قدرتمند تبدیل کرد. آلالت خان از سال 1241 تا 1248 میلادی ملکه مغولستان بود. نوه چنگیزخان و همسر گوگیو خان چهارمین خان بزرگ مغول بود. پس از مرگ گوگیو خان به عنوان نایب السلطنه و حاکم واقعی امپراتوری مغول عمل کرد. او زنی باهوش، سیاستمدار و ماهر بود که در دوران زمامداری خود صلح و ثبات را در امپراتوری مغول حفظ کرد. همچنین او به دلیل حمایت از هنر و فرهنگ به عنوان ملکه دانشمند شناخته میشد. بسیاری از زنان مغولی در طول تاریخ به زندگی عشایری مشغول بودند. این نوع زندگی با سختی‌ها و چالش‌های زیادی همراه است، از جمله جابجایی دائم، آب و هوای نامناسب و کمبود امکانات. زنان عشایری در کنار وظایف خانه‌داری در مراقبت از دام‌ها و تهیه غذا نیز مشارکت داشتند. مغولستان سرزمینی پهناور با دشت‌های وسیع و فرهنگ غنی در سال‌های اخیر با معضلی به نام تنفروشی اجباری دست و پنجه نرم می‌کند. این پدیده شوم زنان و دختران مغولی را به فرطه فقر، ناامیدی و تباهی می‌کشاند و زخم عمیقی بر پیکر جامعه مغولستان بر جای می‌گذارد. مشخص نیست که اولین بار چه کسی تنفروشی اجباری را در مغولستان آغاز کرد، اما این معضل سابقه طولانی در این کشور دارد. در دوران حکومت کمونیستی تنفروشی غیرقانونی بود، اما به طور پنهانی انجام می‌شد. پس از فروپاشی کمونیسم در سال 1990 تنفروشی به طور فزاینده‌ای رایج شد. در دوران حکومت کمونیستی در مغولستان تلاش‌هایی برای برابری جنسیتی صورت گرفت. زنان در زمینه‌های مختلف، آموزش، بهداشت و اشتغال به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافتند. با این وجود هنوز هم نابرابری‌هایی در جامعه مغولستان وجود دارد. طبق گزارش سازمان ملل متحد، مغولستان یکی از مبادی، مقاصد و گذرگاه‌های اصلی قاچاق انسان برای تنفروشی اجباری است. این
قربانیان پس از قاچاق به شهرهای بزرگ مجبور به تنفروشی در فاحشه‌خانه‌ها، کلوب‌های شبانه و یا حتی در خیابان‌ها می‌شوند. آنها در معرض سوء استفاده‌های جسمی و روانی قرار می‌گیرند و از حقوق اولیه انسانی خود محروم می‌شوند. فقر، بیکاری، نابرابری جنسیتی و ضعف قوانین حمایتی از جمله عوامل زمینه‌ساز تنفروشی اجباری در مغولستان هستند. ممنونم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. اگه دوست دارید بدونید تو مدارس ژاپن چه چیزهای عجیبی یاد میدن، حتما این ویدیو رو تماشا کنید.